سلام آقا، من چند تا سوال در مورد خرید سایبون‌های بازویی دارم. هزینه ارسال و نصب این سایبون‌ها چقدر میشه؟ سلام، در خدمتم. هزینه ارسال و نصب سایبونا کاملا به عهده خود شرکت حامل سایبانه و مشتری هیچ هزینه رو متقبل نمیشه. آیا این سایبون شما گارانتی یا ضمانتی داره که من خیالم راحت بشه از بابت کیفیت کارتون؟ بله، تمام محصولات حامل سایبان 5 سال گارانتی داره. من از این سایبون‌های بازویی شما توی کجاها میتونم استفاده کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. سایبونای بازویی بیشتر برای مغازه‌ها، استخر، تراس، بالکونا، حیاط، روی ماشین هم استفاده میشه. کاربرد زیادی داره. آیا امکان چاپ کردن روی سایبون‌های شما وجود داره؟ آیا خودتون هم کار چاپ روی سایبون رو انجام میدین یا باید اون رو هم به یک نفر دیگه بسپاریم؟ بله، 0 تا 100 کار چاپ هم به عهده خودمون هستش. چاپ لوگو، برند، چاپ راه همه چی به عهده خودمونه بنا به خواسته مشتری. ممنونم. زمانهایی که هوا طوفانی یا بادی میشه من چیکار بکنم با این سایبون؟ سایبونای بازویی در مقابل بارون، برف، حتی آفتاب استقامت زیادی داره و عرضم به حضور شما موقع باد و طوفان شدید کاملا سایبون باید جمع باشه. هم عمر سایبونتون زیادتر میشه و اون لوازمی که استفاده شده خرابی کمتری به بار میاره. مرسی. آیا امکان برقی کردن یا دستی بودن این سایبون ها هستش؟ بله، این سایبون ها 2 مدل دستی و برقی داره که دستی بنا به خواسته مشتری و به ارتفاع سایبون بستگی داره که با میله سایبون بالا پایین میشه و برقی هم که 2 تا ریموت داره. موتور توبلار بارزانته ایتالیایی هستش که داخل سایبون کار شده. خب به نظر شما سایبون برقی بهتری یا دستی؟ من کدومش سفارش بدم؟ سایبون برقی خب قاعدتا خیلی بهتره دیگه و مشتری هم زیاد اذیت نمیشه که گفتم ریموت داره، با ریموت بالا پایین میشه. سایبون دستی یه میله داره که اگه عرض سایبون زیاد باشه خب قاعدتا مشتری اذیت میشه و یه خورده بالا پایین کردنش سخته. من شنیدم که سایبون ها 2 تا مدل زنجیری و بوکسلی دارن. این یعنی چی؟ میشه توضیح بدید؟ ببینید، سایبون زنجیری کل مفصل بازو از زنجیر تشکیل شده که خب قاعدتا عمر سایبون هم یه چیز بیشتر میشه و مثلا جنس خوبیه. ولی بوکسل هر از گاهی امکان داره بعد 3 سال 4 سال امکان پاره شدنش هستش، ولی خب زنجیری خیلی بهتره و بیشتر مشتریان سمت زنجیری میرن. پس کلاً باز و بسته شدن مدل های زنجیری با استفاده از یک زنجیر خیلی مقاوم و محکم استفاده میشه و اون مدلی های بوکسری در واقع از یک سیم بوکسر استفاده میشه که هر از گاهی ما باید اینا رو احتمالاً تعویض بکنیم. درسته؟ بله، بوکسل هر از گاهی مثلا امکان روغن زدن میخواد، بعدها به صدا شاید بیفته موقع باز و بسته کردن سایبون، ولی زنجیری نه. زنجیری هم یه کار عمری میشه، یه کاری میشه دیگه شما بعد 3 سال 4 سال زنگ نمیزنید آقا این بازوی ما خراب شده و خرابی به بار. مرسی از شما. آیا امکان این وجود داره که بعد از یه مدتی سایبون دستی خودم رو تبدیل به مدل برقی بکنم؟ بله، شما دستی سفارش میدید، بعد 2 سال به شرکت حامل سایبان زنگ میزنید آقا میخوام اینو برقی بکنم، ما نیرو میفرستیم میاد واسهتون همون رو کار انجام میدن. آیا من میتونم این سایبون رو هر از گاهی بشورم یا تمیزش بکنم؟ اصلا چه جوری باید بشورمش؟ جنس پارچه‌ای که برای سایبونای بازویی استفاده شده کاملا قابلیت شستشو رو داره. 450 گرم کره آب از خودش رد نمیکنه. ممنونم. و اینکه بعد از اینکه چند سال گذشت و خیلی آفتاب خورد و پوسیده شد امکان تعویض کردن اون پارچه ها وجود داره یا خیر؟ بله، امکان تعویض پارچه ها هستش. نیرو میفرستیم میاد واسهتون همونجا انجام میدم. و اینکه میخواستم در مورد جنس این سایبونا بپرسم که ساخت کدوم کشوره؟ پارچه روش، اسکلتش، فلزش و اون موتور سایبون‌های برقی که گفتین. ساخت اسکلت سایبون بازویی کاملا ایرانی و لوازم درجه 1 داخلش کار شده.
ولی پارچه جنس 450 گرم کره‌ای، جنس موتوری هم که کار میشه واسه برقی کردنش توبلار بارزانته ایتالیایی هسته. چه عالی. سوال بعدیم اینه که ساخت و نصب این نوع سایه‌بونا کلا چقدر زمان میبره از موقعی که سفارشم رو پیش شما ثبت کردم؟ ساخت و نصبش از روزی که شما سفارش بدید به شرکت تقریبا 3 یا 4 روز کاری زمان میبره. ممنونم از شما از وقتی که گذاشتین. تشکر. سلامت باشید.